علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین، تن صحت و سربلند هستین. ما همه کسا خوب هستیم. من امروز ولاگ ما را میبینین. ما از خانه مادر جانم، خانه چه جانم رفته بودیم و از اینجا ولاگ کمک ویدیو کردم. از این پیچینه به حد به مزه چه جان پختگی عجیب بود، مزه با لذت دارن، به حد مزه با مزه دارن. روز شنبه بود، من از کار برآمدم و یکی خمار خانه آچم گرفت و خانه زنگ زدم که من امروز خانه میام بگه بود. روز بعد عبید ساعت 4 به 5 آمدم کردم که چجان منم پیچینه به حد به مزهش تیار کردن، که سمبوسه تیار کردن. عجیب بود پیچونی به حد به مزه. من چی نمود پیچونی پزم، هر نمود که میپزم نه که انم مزه انم پیچونی و چما هیچ وقت پخته نمیتونم. من به حد محقوله هم پیچونیشون سمبوسه هاشون هم عجیب بود، فسانی به مزه حک آمدن. یک پارتیش همش خوردن، دیمشه بعد دیمشه کمترک ویدیو کردم. به حد سمبوسه های به مزه، پیچونی های به مزه. همه وقت خانه مادر یک چیخچه داره، میره همه خستگی ها و ماندگی ها همه چیز میبره. انم خیلی جده حولی شونه. اگر در خاطرتان باشه در ولاگ های پیشینه من نشان داده بودم انم درخچه میدک چقدر انجیر بسیار گرفته بود. یه انجیر چند بار میگرفته، نه روز آخران بار که گرفته دیگر هوا خونه کشیدن هم خیلی انم قدرش ده موندن، همه برگاش ریختن. ایره بینیم با پری انجیر اگر هوا گرم میشد اسپید میکرد با یک خیلی دیگه با انجیر چند کیلو دیگه انجیر میپختک میگرفت. انم که انجیر قاق شده نه موندن، روی اسپید نکردن برای پختن. خلاصه که یک فصل زمستان است، ماه دکبر. همه درختان هم خیلی برگهاشون ریختن. اینجا از خورمه هاشون هم خوردم، به حد خورمه اکای با مزه. از ناکشون هم در اینجا درخت های خورمه دارن، ناک دارن، درخت چارمغز دارن، درخت آلوچه دارن. خلاصه یک چند نمود درخت ها دارن که از میوه های آنها کم کم هم باشه ما استفاده میبریم. نم خیلی دوستانی عزیز، ما خانه چم رفتیم، یک شبک ایستادیم. روز یک شنبه با راه سوی خانه واسه تیار شدم برای کار و برای مکتب کودکا و با از زندگی شدن در کار. نم خیلی دوستانی عزیز، ولاگ‌های مرا دستگیری کنین دوستانی عزیز، تا آخر تماشا کنین. نصیب کرده باشد قریب کردم، ساعتم هم قریب پر کردم. همه با دستگیری های شما. البته که ولاگ های دیگر رو انتظار شوید دوستان عزیز. یک سرودی بهترین در برای مادر میمونم، سرود تا آخر گوش کنید. سلطان غم چشم و چراغم مادر، تنها گله گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر. من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. قلب منی این آرزوی آخر است، گویم بهش در
زیر پای مادر است ای وای من، قدر تو رو نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم. مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. تو با بدیم ساختی و سوختی، تنها چراغ خانه را افروختی. هر جمعه ها چشمت به خواب جاده ها، شاید بیاید اما یجیب جاده ها. مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. کسی که تا همیشه پای من سوخت، چراغ خانه سرد من افروخت. شبی که سر به بالین تبم من، شبی که سر به بالین تبم من، زمین و آسمان یک جا به هم دوخت، زمین و آسمان. مادر تویی دارو ندارم مادر، بعد از تو من دیگر چه دارم مادر. ای گریه از پشت و پناهم مادر، من با دعایت رو به راهم مادر. مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. سلطان غم چشم و چراغم